سوال من درباره همین درسمون است که فرشته‌هایی که چپ و راست خودمون هست این در همه انسان است. ها سوال خوب است، سوال خوب است ماشاءالله. یعنی کافرها هم همون فرشته رو دارد یا نه؟ سوالتون هم خلاص. آره. در همین مسئله دو تا قول آوردگی هستند در تفسیر قرطبی. یک قولش این است که کافرها برای کافرها اصلا و فرشته ها لازم نیستند، چون که کافر اصلا کار ثواب نمیکند. اما با دلیل آوردگی هستند که نه، کافر تمام انسان ها وقتی الله میگه ان علیکم لحافظین، همه انسان ها کافر و مسلمان ها همون فرشته رو دارن و کافرها اگرچه ثواب ندارن هم اون فرشته که در طرف راست است آنها شاهد هستند به هر یک گناهی که آنها کرده استادن. یعنی کافر هم دارد و مسلمان هم دارد میگن. نامه اعمال از طرف هست. سلامت باش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. در باره روز محشر گفتیم گفتیم که گناهان همش آشکارا میگردن. استاد جان وقتی که گناه رو کرده باشیم و پشیمان باشیم از همین کار و توبه کرده باشیم، آیا روز محشر همین گناهان آشکارا میگردن؟ اون گناه ها رو خواهر شما میبینید فقط در نامه اعمال نوشته شده ولی بخشیده شده. یعنی گناه هایی که شما میبینید و پروردگار در حدیث قطعی بودیم خواهرها یا نه در یادم نیست، خوانده بودیم در همین بخاری بود، در درسای بخاری بود که پروردگار میگه همه این گناه ها رو کردی، من در دنیا پنهان کردم، امروز هم همش رو پنهان میکنم. همه گناه ها رو نامه اعمال وقتی داده میشود شما همه اون گناه ها رو میبینید، گناه های کرده تان رو. اما گناه هایی که توبه شدن وی رو فقط میبینید و رحمت پروردگار یا گفته باز هم مهربانی پروردگار رو شاهد می شود که پروردگار میگوید این گناه های کرده با آن توبت همش محو شده است، از بین رفته است. حتی بعضی گناه ها رو بعد که می بینید پایانش اون گناه ها برعکس ثوابش فقط نوشته شده است. گناه هایی که خواهران عزیز انسان میکند و صادقانه توبه میکند پروردگار بجای اون گناه ثواب نوشتن میگیرد. یعنی نه اینکه اون گناه آشکار می شود و شما شرمنده می شوید، فقط اینکه اون گناه ها کردید و توبه کردید اون میبینید. یعنی از بین رفته گناه هایی که جزایش از بین رفته است همین خیلی گویه می شود. و یک